خافوا ما بقى إلا تخلصوا. نعجبك يا خانم. أصبح يلا خفوا إيدكم شوي لأنه الأكل خلص مشان ما والله يبرد. رح أموت من الجوع. يلا يلا. أي وأنا كمان جوعانة كتير. يلا يا جماعة استعجلوا شو بكم. تعالي ساعديني، حاسة ظهري رح ينكسر. شرف مديا تقدم ما يكونات. يعطيك العافية. تسلمي. اتركي من ايدك وليه؟ بعدي هيك عم قلك مو ناقصنا الا انتي. يا إما بتوقع يا إما ودع أمك. أمي ما دخلها، اتركها. طارق ابني. إذا قوصت أمي ما رح تصل لهدفك أبداً، صدقني. بجميع الأحوال ما رح أصل. على قليلة خليني جرب أقتل أمك، بلكي بتوقع. شو قررت دكتور؟ واحد، رحت لثلاثة، اثنين، شو دورو raporon شو تمام هرچی خواهید میکنم او رو سردید. این طور باشد امضا کن. چرا امضا میکنی پسرم؟ من مرا کشند. به این هم پس از امضای آن من به تو میمیرم. زودتر امضا کن. اول مادرم را رها کنید. او را رها کردن آسان است، اما دستگیر کردن مشکل می شود. برای همین اول امضا کن. این کار تا همین جاست دکتر. برید. پسرم رو رها کنید. او رو سردید. او دست نرسونید. من را کشید اما او رو رها باید مادرم رو رها میکردی با گفت نیستادی. پسرم رو سردید. سردید دست مرا کش اما با او دست نرسان. کمان گیر ابلا. سردید.
سردی پسرم را سردی پسرم را سردی را خاله جان این رو داره زیلان تو چیکار کردی؟ باید بجا نگاه کن آخر نمیبینی مگر؟ مرا ببخش قزبان ندیدم خطا کردم خای هجگب نه قزبان بازگویا آمده کار میکرده باشد همیشه کار جنگ اندازی است توبه استغفرالله اینت را از من دور باش باز در اینجای مبارک موهایت را خواست نکنم خیلی خواست بکنی چرا جنجال میکنی؟ سردیت مرا کنی از پاسی کارت را شدید زودتر خورد نیست کن دخترم اینش هم تمام شد تو شیشه ها را تازه کن به این هم کاری دیگری نمانده است مالش حاضر میکنم با کجا میروی همشیره؟ با تو هیچ ثبوت نمیدیم شرف مده تقدیم میکند ایستا خودم کماندو ایستا وقتی کاری همشیره به آخر رسید من او را جواب دادم آنها را نیافتیم در هیچ جای نیستند دهه آنهاست که میداند در کجا پنهان شدند من راهی برآوردن آنها را میدانم من رویم را پوشانده می‌درایم دیگر چاره‌ای نداریم زیلان میخواهد حجتها را گیرد اگر تو رو شناسند چی؟ اگر یگان کار کنند نمیشناسند خودت را احتیاط کن تو هم خودت را احتیاط فوته نشو تو در اینجا چی کار میکنی زیلان؟ آخر باید شیشه ها رو پاک میکردی این کتاب ها رو چی کار میکنی؟ میدونم شیشه ها رو تازه میکنم گفتم شاید در اینجا هم یگان کاری باشد ایستا تو کیستی؟ زبانت را فرو برده ای؟ کنی رویت را کشا دویدیم بافید دویدیم زودتر خلا شما زیلان رو ندیده؟ من خدا ندیدم لیکن دخترها در مسجد جمع شدند شاید در اونجا باشند یک رفته بین تشکر خلا جان سلامت باش دخترم دستتون درد رو نبیند خیلی تازه شد حالا دختری من دسترخوان را آماده کرده است بیایید میرویم خدا دهمان را از دست این سلاحداران نجات دهد زودتر دخترها به دهمان برگرداند آمین آمین اپا از من نرنجید من به جایی که او میرود نمیروم و شما آش شود
با خدا خوب شد که رفت. نباشد من نمی اومدم. حالا دختری خاله خیلی خوراک با لذت ماده کرده است. خیلی با لذت میخوریم. قیزبان نکن ای بس دخترم. بیایید رفتیم. ها زیلان چرا انتظاری؟ شما روید، من خانه رو خبر گرفته می آیم. مایلش عکس کار رو بین. اینش باز چیست؟ ما رو با کجا میبرید؟ با ورقتون امضا کردم آخر. باز چی رو انتظارید؟ مادرم را رها کنید. جزای امضای کرده‌ات را میدانی؟ از همه کمش از 10 تا 15 سال است. اما با تو تکلیفی بهتری دارم. از اینجا رو. هر چی داشته باشی گرفته رو. معلوم می شود که مقصد شما همین بوده است. میخواهید که من از اینجا روم؟ چرا شما این را میخواهید؟ چون که این برای هر دو طرف هم خوب است. اما این کارا کردن نمیتوانید. مرا از اینجا فرستادن نمیتوانید. برای شما از همه راه آسانش مرا از اینجا پیش کردن است. اما من با جان و خودم از اینجایم. تقدیم میکند. من به دولتم پابند هستم. خودتون میدونید که اگر ما برایم سرمون را از دست میدهیم و ناموسمون را نه، من به وطنم خیانت نمیکنم. بهترش میمیرم و خیانت نمیکنم. هرگز خیانت نمیکنم. تا آمدنی چتین در درون محکم کنید. چتین آمده کارش رو با آخر رساند. برای من خوراک بیارید. خوب شده است. یابوس زیلم همین جایی. زیلم
زیلان همشیره زیلان زیلان در آکوشو زیلان در آکوشو خواهش میکنم سرده تو با من بیا آرام شو همشیره این چه احوال است کنی راگرد ما رو من از یلمز میبری تا او رو با همسرش امروز در میدان نآویزیم دلم آرام نمیگیرد سرده میگویم معلوم شد که پدری بابا ابراهیم خوزی چنکالی بود است. او را اون وقت آدمانمان نکشتند. وقتی که کار را از ریشش حل کردن ممکن بود نکردند. اکنون ما سرگردانیم. انا در آخر یافتم. سرده مرا سرده میگویم سرده شرف میده تقدیم میکند. چرا دختر رو محکم کردی؟ به سرت بلا میخری؟ در رو کش راید میگویم مرا از اینجا رها کنید. آن موشان نبراین دلم آرام نمیگیرد. اکنون رفته در مسجد ده اعلان میکنم اگر یلمز در ده باشد میبراید و باز یک بلا هست آن هم منم فراموش نکن. رفته هیچ فکر نمی کردم که اینجا اینقدر خنک می شود. راست میگویی من هم خنک خوردم. شد این فرصت است. فرصت بیا. با کجا؟ مادرم را باید گیرم. حالا نمی شود. او را در اینجا ماندن نمیتوانم. اگر برگردی شاید دستگیر شوی. حالا مجبوریم. باز آمده مادرت رو هم نجات میدهیم. بیا رفتیم. بیا بایسته. برابر شو. سلاح را دار. نشان گیر. خم شو. برابر شو. گوش میکنم جناب. این آدمی ما خیلی یک رب برآمد. احوال تو چگونه است؟ کی آمده میتوانی؟ برای تشکیل کارمندان دینی بعضی از مردم دیه را به قرارگاه همان آوردیم. درس‌ها را شروع کردیم. بد نیستند. خب باید یوز به رخصتی میرفت. چی شد؟ بسیار دراز نکنید. چیپتاش را گیرید رود.
مایل جناب خواطر نشوید امروز یا فردا این کار حل می شود این طور نه رستم کنداخ رو در کتفت خوب جایگیر کن شخصی که چیپتاش را آماده میکند یافتم یک سرباز دیوانه یهوز را میکشد سرباز دیگر این دیوانه را میکشد دوام ده رستم کماندان وا تو دوام ده تو آماده شود حالا باشو سلاح را دارد نشان گیر آتش زیلان حجت را با من ده با من ده گفتم حجت را با من ده کدام حجت تو چی ها میگویی؟ کدام حجت بودنش را خوب بدانی با من دقت دشمنی تشکیلات یلمزی خواهین اکنون از جای پنهان شده برا جلو در دستمان است دانسته باش یلمز اگر نه برای او را دیگر نمیبینی مرا شنیدی یلمز وقتی ما خیلی کم است دیلا پلیدی بشرف کسی جای یلمز را میداند مرا از قهوه خانه ده یابد دیلا را با دست آن دیوانا نمیدیم رفتیم مرحمت کماندان برای شما مسکو پنیر آوردم به خدا تازه است خدا از تو راضی باشد احمد چرا زحمت کشیدی؟ چه خیر زحمت با این وضع کارهای شما این چیزی نیست استغفرالله گوش کن این را با یک شرط میگیرم پولش را میگیری نباشد نمیگیرم ما تنها کاری با دشمنان بوده را میکنیم و آشمان را هم میگیریم خدا از آدمان مثل شما راضی باشد سلامت باشی گیر این رو کماندان از برای خدا من هدیه آوردم شو تجب نه احمد این از من به تو کدی گیر نه به خدا نمیگیرم نه نمیشه لازم نیست نمیگیرم احمد این طور نکن لازم نیست نمیگیرم بگیر و خیرین به خدا احمد نمیگیرم کماندان نکنه بگیر اگر نمیپراندم شما رو میکش کماندان باید نمیپراندی بگذار میکشت این باید کاری آنها باشد سرباز با من 3 نفری بوارینوک لازم آنها با من میروند خود شد از کماندان با تو یک مکتوب میدهم به دهه آبی کلام به الدو میرسونی الدو رو میشناسم میرسونم مرا خوب گوش کنید اگر آن 3 گریزه را در 1 ساعت یافته نآورید من همتان را از دم تیغ میگذرانم از همشیره‌تان سر کرده تا کودک گهواره‌تان نصف کنم شما نشده چرا نمیفهمید
کسی در کجا بودنی آنها را نمیداند. مردم را عذاب ندهید. یک را نمیفهمید. باز ما چی میخواهید؟ و این کار را نمیبیند او را میزنم. شرف میدین تقدیم میکند. سرده خبر نداره. من با شما می آموزم. من با شما نشان میدهم. بطن اسم بطن در اینجا چی دفاست؟ با شخصی که حدش رو نمیدوند آموزانیدم. به من نگر، به من گوش کن. کنی گذار تو مگر از قوای مردم بیخبری؟ سلاحی در دستت بوده را نگاه نکرده در 2 دقیقه تو را میکشند. عقلت را کار فرما. کنی پراکنده شوید. هم از پی کارش کنی روید. با خونه حالتان روید. حالا هم ایستادن. کنی زود روید. برزن حجت رو به دست آوردم. خیریت. اما یک مشکلی هست. یلماز همش رو میدوند. مایلاش من زود حجت رو برده حقیقی بودن یا نبودنش رو میسنجم. بعد از اینجا میروی. من چیکار میکنم؟ من رو انتظار شم. پسرت یک راو برآمد. با تو کمی دیگر کار داریم. گریخته است سردارم. دکتر گریخته است. چی خیلی گریخته است؟ ابله چطور رو به نظارت موندید؟ همه جا نکابید. خوب شده سردارم. بیهوده خرسند نشو. پسرت بر میگردد. مادامی که جان مادرش در دستی ماست حتما بر میگردد. آخر فرزندی وفادار است. الو چی؟ این چطور میشود ابله؟ متاسفانه سردارم. در لحظه آخر یک شخص فهمید اما من او را کشتم. مایل شج نباشد در پشتمان دلیل نماند. خیر از من خبر رو انتظار شو. خوب شده است. بیویجدان ها چی طور این کار را میکنند؟ یلماز چی کار میکنیم؟ برفین تو در همین جا میستی. من رفته امکی حامد را مییابم. دیلا را در دست آن نامرد نمیگذارم. یلماز تو را تنها نمیمونم. من هم با تو میروم. نمیشود برفین. این دفعه مرا گوش کن. به هیچ کجا نبرو. مادرم را الان در اینجا نگاه می‌دارند. اگر از پشت رویم در پیش 2 نوبتدار است. فهمو؟ گروه از پیش رفتن نوبتداران را برطرف کند. خاموشانه این کارو کرده میتوانیم. مایلش روی پوش را پوشید. آماده شوید. زودتر دوشید. بیایید.
بازی به آخر رسید. پسرت آمد. ایستد. آتش را بس کنید. اگر یگون حرکتی ناجا کنه زن را میکشد. شرف مدیا تقدیم میکند. اگر از اینجا زنده نمیبرد. با کانال شرف مدیا آبونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. اگر زنده ماندن مادرت را خواهی سلاحت را پرتافته تسلیم شو. دیگر چاره‌ای ندارم. مایلش تسلیم میشوم. سلاحت را پرتاف. سلاحت را پرتاف. یگون حرکتی ناجا نکن. ترانه گروه ضد ترور 21 7 3 21 میخواهم یک خبری رسانم. من تو ضرر میرسونم. گفتا چون ترسیدم که پسرم. نترسید مادر جان، همش گذشت. نترسید مادر جان. مادر جان، مادر جان، خدا از شما راضی باشد. به خاطر ما حیاتتان را در خطر گذاشته. بیایید زودتر از اینجا دور شویم. شما رو به جای بی خطر میرسونم. اون طرفش مهم نیست. مایلش پسرت بده حسیلخ دارون در آمدند. همه جا را گرفتند. یلماس و برفین در یک جا پنهان شدند. دیلا را به نقطه طبی بردند. کی؟ این منم یلماس.
янгаи гулӣ амаки ҳомид дар куҷоянд? در درون است. هممون ترسیده نشسته‌ایم. چیکار کردنشون معلوم نیست. напурсед дилоро асир гирифтанд. ман ҳам барои ҳамин омадам. نه خود. خدا زودتر جان اونها رو گیرد و ما از این دام خلاص شویم. امید نترس. های یلماز چی شد پسرم؟ خبرهای بد امکی حامید باتان دیلا را اسیر گرفته است. تو چی ها میگویی پسرم؟ اگر تسلیم نشویم آن به ناموس دیلا را میکشد. یا خدایا دیگر چاره ای نداریم پسرم. میبراییم از دستمون چکاری آید میکنیم. ملش رفتیم امک. رفتیم. خدایا التجا میکنم به من کمک کن. من رو در دست این ظالم نگذار. یک ساعت تمام می شود همشیره. اکنون وقت جدایی رسید. میگویم که پیش از مردنت کمی وقتمون رو خوب گذرانیم. نزدیک نشو. حقم نتوانست اما من میتوانم. با من نزدیک نشو. از خدا بترس. اینجا بیا. سرده. اینجا بیا بگویم. سرده. باتان با خود بیا باتان. تو چی کار میکنی؟ من با تو چی گفته بودم؟ کنی برا چرا با من کاردار میشوی؟ من برادری پیشوا هستم. حدی خودت را دان. بس بودگیست نابکار. اگر اکر نمیشد که تو را آدم میشماری به ناموس برای استراحت خودت تشکیلات را برباد میدهی. احمقی نابکار، سگی دری من با تو کی بودنی قماندان را نشان میدهم. میفهمی؟ دیلا یلماز دیلا خوب هستی؟ زودتر رفتیم از اینجا. زودتر من رفتیم. شما رو میکوبم. آقای دکتر با یک چوپان به ما خبر فرستاده است. او میگوید که ما رو در خانه خاله امینه انتظار شوید. تو مراد رو بیار. ما برفین و عمر رو گرفته میآییم. روید زودتر. مایلش زودتر روید. سینام باتن بس کنید. سینام چی کار میکنه؟ اگر مردم بینن چی میگویم؟ چرا این دختر را همیشه محافظت میکنی؟ تو چرا یلدوز را محافظت میکنی ابله؟ من هم برای همین اکنون قماندان اینجا منم. از این پس به اجازتی من یگان کار کنی روزت سیاه می شود. فهما؟ شیدم آنها را از دست دادی ابله نابکار.
سردارم مرا ببخشید. آخر هجوم مسلحانه کردند. الو، یعنی یوز کماندون است؟ مایلش تشکر. با یوز کماندون همکاری کردند. یکی از آدمان هجوم کرده او بوده است. او را هم کشته نتوانستی. او بسرمان بلا شد. زود به تشکیلات خبر ده. مخفیشان را معلوم کن. باید آنها را زودتر یابیم. رئیس می آید. سینان، باطن، به شما خبری خوش دارم. همه گریزه ها در یک جا جمعند. در کفی دستمان. در کجایند؟ همان یک دختری شما بود کو؟ رقیه، در خانه مادری او. من آنجا را می دانم. الو، باتان کماندان، میخواهم زود به حرکت درآیید. یوز کماندان دختر و مادرش را گریزاند. حالا از وادی ماران راست به طرف آبی کلان میروند. مایلش زود به راه میبراییم. چه شده است؟ یوز کماندان را به دام میافتانیم. موقعشون را یافتم. بیا زود به راه براییم. تو با گریزهایی در اینجا بوده مشغول شو. هیچ نباشد خانه را میدانی. مایلش کنی بینیم ایتین. دختر هم به آنجا می آید. او را هم انتظار شو. من همشون جمع شوند. مایلش باتم. سینان، هوا تاریک می شود. بیا رفتیم. باید پیش از تاریک شدن رسیم. این دفعه از دست همون نمیگریزد. کجا شدی؟ از برای خدا. از او رسیدم. من تو خبری بدی دارم. آن حجت ساخته است. چی؟ یعنی چی طور؟ افسوس، لیکن کمی دیگر همینجا میمونی. یولماس چی میشود؟ از کاری من خبردار است. از کجا دانم؟ اینش رو خودت فکر کن. شما می توانید روید. راهی ما هم کم ماند. برای همه‌اش تشکر. تو را به حالت نمیگذارند. چیکار کردنی؟ تا جا به جا کردنی کارها باید پنهان شوم. بعد بیگناهیم را اثبات کرده می توانم. گیر. شاید لازم شود. در زیرش امضای سلیمه است. تشکر. خدا از تو راضی باشد پسرم. حقت را حلال کن. استغفرالله خاله. این طور نگویید. شما حقتان را حلال کنید. طاهیر، من احوال شما را خبر داده. همراه گروه هم زود به دهه آبی کلان می رویم. تشکر. سینان، دختر و مادرش را می گرفتیم؟ بین هم آنها به سوی دام می روند. ما کاری خودمان را می کنیم. خاله جان با من اینها کجا شدن؟ باید میرسیدن. نمیدانم. تشکر دخترم. من نمی نشم دیلا. تشکر. الدو تشکر افای دیلو. اومدند.
خوش آمده توی جان. اکا جان. خوش باشید. خوش باشید. اکا. خوش آمده تو. خوش باشید. مادر جان. سلام. خوش آمده تو خوی توی. اکا جان. خدا عزیزم. خوب هستی؟ خوب خوش آمده. خوب هستی. خوش آمده. خوش آمده. خوش باشید. سینید مادر چجا بزن؟ با این چی بزرد بسرم. چای دهید. چای گرم. تشکر. استر نجنبید. استر نجنبید گفتم. سلاحایتان را پارتاید. کدامی از شما یوز؟ منم. خاموشان از پس خانه روید. آیسته. نجوم سلاحات را پارتا. همه گریزه ها در یک جا جمع شدن. در کفی دست ما. در راه. طاهیر چیکار میکنم پسرم؟ در کورسار یک ذات مبارکی است. آنها بر ضد تشکیلات سر برآوردند. مجادله را سر کردند. چطور با آنها باور کرده میتوانیم؟ من کفیلم. حضرت سیدو هم دومولا و هم سید زاده هستند. مایلش دیگر چاره نداریم. صبح رفته با میخوریم. آقای دکتر برای خاله زلال مکتوب آمده است. خاله برای شما مکتوب آمده است. خیزبان داد. آقای دکتر از بلژیک آمده است. بله از بلژیک آمده است. زلال فرزندانتان را گرفته ده را ترک کن. سلیمان کیا. چی؟ این سلیمان کیست مادر جان؟ پدرتون پسرم.
سیدا، دهه آبی کلان بی صاحب ماند. حالا سلاحداران در آن جایند. چنانی که میدانی آبی کلان را اشغال کردند. مردم دیندار دهه در زیر ظلمی ناکسانی بی ایمان ماندند. شما باید مردم آبی کلان را از دست این ناکسانی بی ایمان نجات دهید. با این راه حاکم نویده شما می شوید. خوب شده است. حضرت سیدو همینجاست. میخواهیم با حضرت بخوریم. خوش باش آمدین. مرحبا. خوش باشید. مرحمت. در اینجا انتظار شوید. مهمون دارن. دیرتر شما را میبرم. در بیرون شما را مهمان ها انتظارند. گوی در آیند. حضرت سیدا شما را انتظارند. رفتیم. السلام علیکم حضرت سیدو. و علیکم بر سلام. با نزدتون دکتر دهه آبی کلان را آوردم حضرتم. نامی تو در منطقه مشهور شده است آقای دکتر. خوش آمدی. خوش باشید. مرحمت. سبب و حکمت زیارتت را دانستن میخواهم آقای دکتر. با بازی های تشکیلات گروهی محافظان در آبی کلان از بین رفت. ده همون به محافظان مانده به دست تشکیلات افتاد. مردم را عذاب و شکنجه میدهند. کسی که بر ضد تشکیلات سر بردارد جزایش میدهند. واه ظالم ها، واه کافر ها. از دست آن شیطان صفتان بی ایمان همه چیز را انتظار شدن ممکن است. راگرد چرا انتظارم؟ برو پرانم رود. سلاحات را فراسینان. خز جایم. الو. قوطی روغن را با بازار بردیم. خوب شما مونید، من آماده میگیرم. مایلش ما میرویم. همین که قوطی روغن پر شد خبر ده آماده میبریم. بعد از 10 دقیقه در همونجا میشوم. مایلش بیا رفتیم سینان. مرا با کجا خیرت از جایت زودتر. همه تون آدمون یک بطل گوهید. نصیحت کرده جنگ میکنید. نزدیکند آن روزهایی که از چرتهای کوهی به شبهای تاریک ریختن نمیتوانید. همه کارهایتان فوش میشود. خاموش ابله، خاموش.
سینا قانون یک نفر از گروه ایتن آمده است. ابله تو را میکشم. یک طرف است. گبزن چی گب شد؟ کری گبزن. دکتر مرا به دام افتاند. من مسئول انجام بودم. تو چی ها میگویی ابله؟ گبزن با ایتن چی شد؟ ایتن در کجاست؟ به فکرم او نمرد. او را دستگیر کردند. تو حیوان ها. یعنی همین طوره؟ هیچ نباشد جوهشان را میدانیم. مراد گفت که شما کمک کرده میتوانید. خواطر نشو آقای دکتر. با مدد الله ده را با آن کافران نمی سپارم. براحت باش. قرآن زمین را برای ما امانت سپاریده است. مالمان را به آن کافرها نمی دهیم. در هر جایی که آنها را بینیم نیست کردن برای ما فرض است. اما کار با سراسیمگی نمی شود. باید همه‌شان را نیست کنیم. باید فرصت مناسب را یابیم تا آن کافرها زنده نمانند. حالا وقت نماز رسیده است. بیاید نماز را با جماعت خوانیم، بعد نشسته فکر میکنیم. با آقای دکتر را نشان ده. مراد خوب شد از حضرتم. تو با حضرت سیدا چی طور شنا شدی؟ مکای؟ فکرهای عجیب دارد. ایستا! بس کجا میروی؟ ایستا! کمک کنید حضرت! چه شده است؟ کاری گبزن؟ حضرت مرا دستگیر کردند. وقتی که با پسری خالم جنجال میکردیم ما را گروهی ضد تروریستان دید. ما را برده در نظارتخانه محکم کردند. به نان و آب نگاه داشته خیلی زدم. گفتم برای نماز خواندن کمی آب دهید. باز زیادتر زدند. نگذاشتن که نماز خوانیم. حضرتم شما حق هستید. این آدم ها به ما مسلمان ها ظلم میکنن. حضرتم گفته های شما راست است. انا کاری دولت را دیدید. من به شما گفته بودم که دولت کافر است. دولت بدین است. آدمانش وجدان ندارد. آنها چه خیلی که خواهند ما را استفاده برده بعد از ما رها میابند تا روزی که ما غالب نآییم. این جنگ دوام میابد. دولت بدین یا کافر نیست. من مقصد شکنجه دهنده ها را میدانم. دولت گناهی ندارد. باید این بازیگران را شناسیم. آدمان مثل شما باید فریفته چنین بازی نشوند. تو میدانی که قرآن و آیت و حدیث چی است؟ یکان بار نسخه هایش را خوانده ای که این ترگم میزنی؟ من نمیگویم که علم دارم.
اما از صحبت‌های بابا ابراهیم بسیار چیزها را فهمیدم. بابا ابراهیم شخصی که علم ندارد مرتبه دینی هم داشته نمیتواند. در صحبت‌های بابا ابراهیم فیض نبود. من او را با فیض می‌دانستم و با فیض دیده بودم حضرت سیدا. دکتر رفتیم. مرحمت. بیا رفتیم برادر. معلوم است که این دختر برای اغوا انگیختن آمده است. او بی‌شبهه جاسوس است. قتل آنها واجب است. خوب شد است حضرتم. شما چیکار کردید آقای دکتر؟ مگر به حضرت سیدا زید میبرید؟ چرا؟ در اینجا هرچی سیدا گوید همان میشود. کسی به او زید نمیبراید، میفهمید؟ همه او را مثل راه بلد میدانند. او را مهدی آخر زمان میشمارند. من به نماز جماعت میروم. آها به دست افتادی. کلی گمزن در کجایند؟ گمزن آخی. شد او را سرده باتن. سرده به من گوش کن خاله. یا گب میزنی یا دخترت را در کوه پاره میکنیم. پاره میفهمی؟ اگر دخترت را به دست این شخص سپارم استخوان‌هایش را هم نمیابی. گبزن آخیر. گبزن خاله. گبزن ایتین را به کجا بردند؟ گروه دکتر در کدام جهنم جای گرفته است؟ در غار هستند. در غاری که در طرف شمال است. برای ما پسند است. تشکر خاله. رفتیم. راه گردید. باتن زودتر با من بیایید. آها این در محکم است. کنی زودتر. خدایا خودت به آنها کمک کن. آنها را محافظت کن. مرحمت دکتر. خدا راضی باشد. برین کوره به درمان خاله جلال چی شد که به فکر فرو رفتید؟ سلیمان را فکر میکنم. اول مرده است میگفتم. در حبس خانه زنده بودنش را شنیدم. زنده باشد چی؟ با کی فایده رسانده است؟ در این قدر سال یک بار هم احوال ما را نپرسیده است. از این پس هم دیگر ما را نپرسد. شما هم دیگر در رزد من نامش را نگیرید. بفین دخترم اینطور نگوی. شاید به سر او هم بلای آمده بوده است. فرصت یافته به ما خبر فرستاده است.
خالم راست میگویند برفین. حقیقت را ندانسته نباید گپ زنیم. کودک ها را گرفته دیگر را ترک کن میگویم. چرا این طور گفته است؟ البته سببی دارد. هم خودش هم سببش گم شوند. برفین بی‌ادبی نکن، او پدرت است. شخصی که ما رو به سوی پرتافته رفته است من او را پدر نمیگویم. پدری من مرده است. من همین خیل میدونم. من رفته کمی هیزم جمع کنم. من میروم خلا، من هم میروم. خالای زیلو شما نروید، ما رفته جمع میکنیم. نه دخترم، من میروم. کمی هوای تازه گیرم، شاید عصبهایم آرام شود. بخیر است زیلول. با بچه ها برای جمع کردن هیزم میرویم، زود برمیگردیم. مایلش خود دقت باشید، دور نروید. برفین مادرت را ذکر میکنی، به گپ‌هایت اهمیت ده. کمی آروم شو. امکی حامد با او چیکار میکنیم؟ با سربازان میسپاریم. امک بیایید من او رو بوده سپارم. صبر کن. نمیشود الدا، باید آمدن طاهر را انتظار شویم، بعد میبینیم. خیر مایلش یولماز. بیهوده انتظار نشوید. سینان مرا در دست شما نمیگذارد. تو دمت را گیر ابله. این از من است. من از من یافتم. نروید بچه ها. نگوره زیستو. دور نروید میگویم. در اینجا چیکار میکنید به ناموس ها؟ کنی زود اینها را گیرید. سردید. زودتر گیرید. زودتر دارید. بکن بچه ها. سردید رو چی میکنید؟ سردید رو. سردید. زودتر میگویم. راه گرده. چرا؟ دمت را گیر. گم نزن. سردید رو. راه گرد زودتر. ما رو با گرد. چه خودت را با آخر میکشی؟ سردید. راه گرد. و پیش میگم من را گیر میگویم. خدایا من اکنون چی کار میکنم؟ کسی از جاش نجنبد. کنی اونها رو احاطه کنید. زودتر. علی کسی از جاش نجنبد. سلاحه خود رو بزارید. بزارید گفتم. به شما گفتم مرا نمیگذارد. زودتر سلاحه خود رو بزارید. زودتر. اگر خطاگی کنید همه تان را کشته همینجا گور میکنیم. زودتر سلاحه را گذارید. مایلش نگذاریم. گذارید بچه ها. همینجا زود باشه. جمع شده. زودتر آوری خطه اونها برآمده است. زودتر سرم. زودتر کشا. تمام شد. پرانید آنها را. سرده بسر بچه نترس پسرم. نکنید. زودتر سرده. دست نبزنه. بیادبی نکنید که بپرانم. دیدا دیدا خواهی رفته پیش تیر را گیر. پدر بیشرم یک سر بیسته. بسر را گره. کسی از چوهش جنبا. نیشانگی پاپا ایچی مواسفت فرانید. پدر خدایا ما چیکار میکنم؟
خودت به ما کمک کن. خدای ما را ترک نکن. اکا آرام شوید. تمام عمر. اما جون علی آرام شو. ایسته نپرونه. پدر جون اینها را نپرانید. برای چی؟ چرا نپرانند؟ در اینجا کشتن اینها خطا است وطن. چرا خطا بوده است؟ اینها را در دهه میکشیم. باید کاری کنیم که مردم اینها را دیده چشمشان ترسد. بله راست میگی، این بهتر است. باید به طاهر خبر رسانم وگرنه همشون رو میکشند. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم لك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الو دکتری آبی کلان برای کمک به نزدم آمد، اما بعد در بین همه تشویقات دولت را کرد خائن. وقتی که این خائن همه را اخوانگیخت من قرار قتلش را برآوردم. تو خودت کی هستی که از پیش خودت قرار قتل میبرآورده ای؟ با تو تشکیلاتی دینی تشکیل کن گفتم، از پیش خودت کار کن نگفتم. از آنه که فکری کشتن دکتر را میکنی خوبش او را طرفداری کن. از دکتر استفاده بر، هم آب کلان و هم منطقه را با آسانی به دست میاری. الله اکبر. السلام علیکم. سلام. خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا قبول کند. تشکر. خدا قبول کند. کاپتان، من میدونم که از بالای من شکایت کرده ای. نوشتی که من با تشکیلات همکاری میکنم. چونانه که میبینم دروغ هم نیست. با تشکیلات گویا مجادله میکنی، اما خدا میداند چیکار ها کرده ای. نه، تنها خدا نه، باز تو هم میدانی. و من نگر ابله حاضر هرچی در باره من میدانی نقل میکنی. چیزی برای گفتن ندارم. اگر میشد هم هیچ گاه نمیگفتم. نه. ایوری ابله چرا یک روی میکنی؟ گامزن آخی باری آخی را میپرسم، در دست در خصوصی من باز چی دلیل ها داری؟ گامزن آخیر با کی باور میکنی؟ تو چی فکر میکنی؟ همیشه همین طور میشود. یک روز همه کارهای آشکار میشود. از همه پیش تو میسوزی. یعنی اول من میسوختم ها؟ لیکن این کار چطور میشود؟ خواطر نشو.
همانده است. آدمانی مثل تو عمری دراز نمیبینند، چون که از طرفی آدمانی باوری نکشند نیست کرده میشوند. جوان را گیر ابله. با من نگر. لبای سردارم. برای او را با آوردن آب بیار. خوب شد سردارم. نبادار کوتی روغن گریخت به طرف شما می رود. او را از دست ندهید. پیش از اون که به آن بار رسد نیست کنید. مایلش به کدام طرف گریخت؟ به طرف قرارگاه. فرما. راگا نیستید، راه گردید میگویم. زودتر راه گرد. زودتر میگویم. راگا چرا ایستادی باطن؟ یوز گریخته است. چی؟ گریخته است؟ به طرف قرارگاه گریخته است. من مسئله اینها را میبینم، شما روید. مایلش آلتین لبای زینان بیا به طرف قرارگاه میرویم. زودتر رفتیم. برات پیسرم، برات. ایستید خاله، چی میخواهید؟ من مادری دخترم، پیسرم در نزدی سیدا است، او را دیدن میخواهم. دکتر با حضرت صحبت کرده ایستاده است. خواهش میکنم آنها را ناراحت نکنید. قربانت شوم، پیسرم را جغ زن. برات پیسرم. اسکات نزنید. مادر پیسرم، سلاحداران ما را دستگیر کردند، همه را جمع کرده به دیه بردند. خواهرت، یلمرز، حامید، همه‌شان را در دیه میکشند. زودتر پیسرم آنها را نجات ده. مادر تنها من و مرادیم، دیگر کسی نیست. بلکه میمورند، خواهرت را میکشند میگویم. به خیر است. چی شده است آقای دکتر؟ مادرم خبر آورده است. سلاحداران خواهرم، شوهرش و عمک حامید را کشتن میخواهند. دیگر وقت برای فکر کردن هم نمانده است. با ما کمک میکنید؟ خدا جزای شما را بده. از خدا ندارتان را سر دیه برای این شرفه میراتون خدا جزای شما را بده.
خدا جزای شما رو بدهد. من رو از اینجا رفت نزن این رو نزن خیزبان از اینجا رفت رفت جزای شما هم میرسد. پدر ایستا دخترم من کار دارم. پدر تشکیلات برفین اما که حمید یلمز دیلو و عبدو را دستگیر کرده و دیگه آورده است. به من چی؟ مگر من سربازم من کار ندارم؟ ندارم پدر. تو چی کار میکنی؟ میکشند همه رو میکشند پدر. خدا به اینجا بیا به اینجا بیا دیوانه اینجا بیا. یعنی بیایید فرانه دارا فرانه مثل خرگوش میگوریزد. برو پرنده و فکرم زخمی است. و خدا دور نارفته دستگیر می شود. کریزوتر این کیست باز زنگ میزند الا شد خواطر نشوید کماندور را پروندیم. باید آن روغم به انبار نرسد فهمو؟ کار را تا آخر به اتمام رسان. خوب شده است بیاید میرویم. کمی دیرتر در دستمان می شود. کماندان یوز بیاتلی حالا هم یافت نشده است. به دقت گروه ها سربازان شهیده که در گروه یوز کماندان بودند باید از طرف دیگر سربازان یوز کماندان به مرکز رسانده شود. به دقت گروه ها. خوب در خصوصی سربازان مرده شبهه‌ای نیست. همین که یوز را داریم همش حل می شود. گوش میکنم سردارم. عبدالله به آبی کلان هجوم میکند. فرمان را من دادم و دکتر کمک میکند. تو به آبی کلان رو. باید اول دیه را از سلاح داران تازه کنید. آن وقت از دولت امیدشان را کنده به عبدالله تسلیم میشوند. یعنی خلاصه تو به مردم جبر میکنی. آن وقت مردم به عبدالله پناه میبرند. اگه کار کنه کمک کنید رئیس. من به شما چی گفته بودم؟ اگر به تشکیلات سربردشان کنم عبدالله ها حالتان همونی بدتر شود. ساعت بار گفتم که با اینا سربرده شده چی کاره کرده باشد جزایشون را میگیرن آنها را داشتن میبرن. دیگر کاره کرده نمیتوانیم. اخلاقان رو کار فرمایید. فهمیدید ابله‌ها؟ اینها دوستان دختورند.
دشمن و خائن تشکیلاتند. جزای اینها آهسته آهسته مردن است. برای که رفیقان بلندتر ببراید. نچون بگویم. حزبون یک طرفیست. حزبون یک طرفیست. تو برو دشمن کماندونه رو نپرونید. با خدا نمیروم. حزبون جسارت رو بینه. نمیروم میگوید. برای من فرق ندارد. تو یا وی. برو پرون او رو نه. بیناموس. کماندان این دختری بد است. کمی حقش نمیرسد. ببخشید کمی دختری دیوانه است. ایسا یک دم. با این احوال به قرارگاه رفتن نمیتوانم. دیه‌ام نزدیک است. خوبش من نزد پدرم میروم. خیلی زود باشید. راه گردید. از راه دور آمدیم. صدایم بد نبوده است. حاجت به بلندگویک هم نیست. اما آمدیم. از راه دور آمدیم. خدایا سلاح را گذاشتم از نروید. کافرها را کشید. اما کیامید شما خوب هستید؟ تموم شد. خوبم. تو خوب هستی برفین؟ خوبم. خاینی بیشرف. الدا یک طرف ایستید. بیاد یاری من نقطه تیبی روید. الدا با نقطه تیبی روید. الدا با اینجا بیا. با این طرف. کافرها همتان میبرید. کافرها خدا راضی باشم. برادران حضرت سیدا امروز در اینجا نماز شکر میخوانند. اگر خواهید به مسجد آمده ورزشان را گوش کنید. دعای حضرت سیدا را گیرید. خدا شما راضی باشد.
یولماز کجا میگریزی از سگی پالی کجا میگریزی شد برادر یکی قیستا به خدا تو مرا نادرست فهمیدی من تو چیکار کنم نزدم با تو چیکار کنم گفتم پالی از سین و سالم هم شرم نمیداری ها تو چقدر انسانی بیناموز بودایی تو رو کشم ها من با تو چیکار کنم نزدم کو پس یک دکتر ایرانی این مرا دیوانه میکنه این را یا تو را دیوانه خلاص بس گفتم نمیفهمم و من تو را نزدم مرا دیوانه میکنه طاهر و مرا دیوانه میکنه آخر این خبر اینجوریه شو تمام دیوانه رو بین قریب مرا بکش اما شلاق را خورد خوب شد پدر صدق الله العظیم پدر جان پسرم پدر جان این چه احوال است با تو چی کار کردن تو رو پروندن سلاح داران از پسم هستن پدر به قرارگاه رفتن نمیتوانم راهم را بستم مرا زود پنهان کنه پدر مهلش کنی بیا تکیه کن با من تکیه کن کنی بیا پسرم اویسته بیا اویسته وقت ایتن خانه را کابل همه جا را کابل زوتر ایتن در اینجا بودن قماندان را از کجا فهمیدی سینا؟ از روی حجتهایش قماندان اکه یلدوز خودمان است پدرشان رئیس ده هست اینجا باشد خانهشان است اینجا چه شد؟ در خانه کسی نیست سینان قماندان چه نیست؟ ابله دیدم سینان قماندان سینان؟ کن یک طرف است راست میگویی در اینجا خون هست ایتن همه جا رو میکابیم ده را تگورو میکنیم او را نیافته از اینجا نمیرویم میرویم کنی زودتر پدر زود به قرارگاه هم رفته در اینجا بودنم را گوید آماده مرا برند پسرم احوالت بد است با تو اول دکتر لازم است بعد من به سربازا خبر میدیم من رفته دکتر را بیارم اما که یک مدت استراحت کنیم مایلش بیا رفتیم تشکر قزبان سخت در میکنم این چی طور صحت میشده باشه به خدا نمیدونم خواهد نشوالدو دکتر در همین جاست من هم در همین جایم خب ما اولیجا میکنیم صحت میشن انشاءالله الدا تو هم با ماییست من هر دویتون رو نگاه بین میکنم خدا راضی باشه کنی خیز بیا دیلا در انبار چقدر دارو مانده است؟ نمیدونم حوزی رفتم میبینم بایلش آقای طاهر چی شد دیلا؟ در آنجا کسی هست کیست در آنجا؟ سلیما؟ تو چی کار میکنی؟
در همینجا در موندم. بر اومدن نتوانستم. مرا میکشند. نترس سلیما، کسی به تو نمیرسد. کنی بیا به این طرف. توهیر با من کمک کن. مرا از دیه برار. باید به قرارگاه برگردم. نه سلیما، تو را با اونجا فرستادن نمیتوانم. آخر احوال مردم را دیدی، کاری تشکیلات را هم دیدی. بهوده خودت رو عذاب نده. در این موضوع چی فکر کردنم رو میدونی. عوض نمیشود. سلیما، عوض میشود. این دفعه کارها به خواست تو نمیشود. مرا سرده توهیر. مرا سرده توی رفتن سلیما، از من نرنج. این کارو کردن نمیتوانم. مرا سرده. سرده مرا باید روم. زودتر. این همشه در تشکیلات بود. ایستد. راست میگه بچه‌ها. او در اینجا چیکار میکنن؟ خبر روید. دفش از اینجا. سلیما دخترها. پدر؟ تمکن‌های همینا. خواهش می‌کنم. در اینجا چیکار میکنید پدر؟ در اینجا چیکار میکنید؟ اکاد یاوز اومد. دخترم او را عذاب دادند. اگر احوالش رو بینی بعد باور میکنی. از پایش تیر خورده است. زودتر روید وگرنه پسرم میمیره. ای خدا. اما کیوریف، شما رفته به سربازان خبر دهید. من سلیما رو گرفته زود میروم. مایلش پدر. یاوز را پنهان کردم. او را یافته نمیتوانید. شما را به نزدش بردم میرسانم. بعد به قرارگاهش میروم. مایلش پدر. میرویم. آماده شوید. با دقت باشید. از مسجد تنها 4 نفر رو میگیریم. شیخ و 3 نفری با او بوده رو. همش فهمو؟ فهمیدیم. بله فهمیدیم. با حرکت شروع میکنیم سردارم. با مسجد میدرویم. برادران دانسته باشید این تشکیلات کافر و به ایمان است. اینها به خدایند. راست میگوید. به خدا راست میگوید. آنهایی که به تشکیلات کمک میکنند در جهنم جایشان را آماده میکنند. راست میگوید. لیکن وقتی که تشکیلات بیدین باشد دولت دیندار است. نه این طور نیست. دولت هم بیدین است. در دست کافر هاست. راست میگوید. این دولت مکان حرب است. خدا راست میگوید. جنگ نکرده با کی جنگ میکنه؟ خدا نشان نده. تا از دست کافرها گرفتن این دولت با کافران جنگیدن، مبارزه بردن به هر مسلمان فرض است. بله راست میگویم. خدا سلاحایتان رو پرتاید. به اجازت و مسجد در آمدن ممکن است. برای بقای دولت ممکن است. این طور خون ریختن ممکن است مگر؟ برای دولت اگر کعبه باشد هم زده می‌داریم. از گروه ضد ترور چتین سالهان برای فعالیت ضد دولت او را دستگیر میکنیم.
آخر ما چی کنم؟ این رو هم بیده با خدایت چی ما چی کار کردن خاموش باشه بزن نبره خدا دمتان را گیرید چی کپ هست؟ پرتای تنگ ها را حضرت سیدا را سر دهید روید افا همه این چی بلا هست؟ حضرت رو میبرن برادرم آخر از آقا سلام خواهرم جان اکا جان با شما چه کار کردن؟ یواش قمدان خدا شفا دید تشکر طاهر تشکر سلیما باید تی رو زودتر براریم فهمو؟ مایلش پدر شما هم نایستید بروید مایلش بذارم من زود بر قرارگاهت میروم وای 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 رئیس آن رئیس خودش آمد کو تو رو در هوا میکفتیم و از زمین یافتیم رئیس بخیر هستین قماندان پسرت در کجا سبله کنی گمزن نمیدونم من نمیدونم حاضر دانستان یا ندانستن را میفهمی کنی گذار راگه شما مسئله اینها را بینید من شیخ را میپرسم اصلاح با کجا مرا کشید اما حضرت سیدان را سر دهید از برای خدا سر دهید دست نرسانید راگه سر دهید که هستی ابله کی هستی یا اینکه مردن میخواهی زودتر راگه زودتر حضرت سیدان با چتین شنا شدی عبدالله او همراه تو کار میکند تو بر ضد دولتی بیدین گفته گپ میزنی چتین باشد این را اثبات میکند
فهمیدم. من با عبدالله چورتو کار دارم چتین. تو با سینان مشغول شو. حالا هم کارش را حل نکرده است. خوب شده سردارم. نسبت با تو هیچ نمیزیبد عبدالله. و تو یک نسبی بهتر یعنی نسبی مبارکی میابیم. اصلا باید این مسئله را در دوره دانشجوییت حل میکردیم. فکر کردم که به اولاد پیغمبر مانند شود، نبی زاده شود. بله، نسبت نبی زاده شود، ما همش را حل میکنیم. یوز، آن آدم رو باید من کنید. از بالای شکایت نوشتم طاهیر، اما برای اثبات کردنش یگان دلیل ندارم. آن اکنون شد. بعد از کاری با شما کردش دیگر او کارش رو دوام داده نمیتواند. او در حقیقت از گروه ضد ترور است؟ بله سلیما. سینان با او چه علاقه دارد؟ شاید چیز دیگری هست. این گفته هایتون درست بوده نمیتواند. چنان فهمیدم این آدم در منطقه اغوا می‌انگیزد. کوشش میکند تا منطقه در تاریکی ماند. تو هم از طرفداری تشکیلات دست کش. از این تاریکی گریختره های آب سلیما کی بودنشون رو دیدی آخیر. مرا ببخشید اما من با این چخل باور کرده میتوانم. اصلا باور نمیکنم. من از پس دعوای حقیقت هستم. برای آزادی مردم هرچی لازم چه خیلی آزادی سلیما؟ این لایحه غلامدارانی خلقی ما است. لایحه از دست مردم گرفتنی ارزش هایشان است. آخیر نمیفهمی مگر؟ سلیما اکد راست میگوید. اگر با دیگر شرط های لایحه بخوری شاید مجبور میشوی که به هم دیگر سلاح برداشته تیرخوری کنید. سلیما، این چه خیلی دعوا است که اکد را کشته آزادی مردم را به دست می آورده ای. یکمش تو به چشمونم نبینم باور نمیکنم که تشکیلات با دشمنان همکاری دارد. دویمش این طور باشد هم این به آن بیناموسان دخل دارد. من به تشکیلات باوری دارم. من به دعوایم باوری دارم. مرا از راهم گردانده نمیتوانید. سینان این گپ نمیزند. ایتین دیگر چاره نیست. التماس نپرانسی رو کماندان. تو میگویم گبزن ابلا میگویم گبزن سلاح را بازه میگذاره. زود باشه. ما را احاطه کردن. برید آنها رو. خدا شفا دهدمک. من از گروه ضد ترور. خدا از شما راضی باشه. من هم به نزد شما میرفتم. پسر من قماندان است. او از دست تشکیلات گریخته است. حالا در کجاست؟ من شما را به نزدش میبرم. اما که عریف دیر کردند. باید به قرارگاه میرفتن طاهیر. اگر خواهی تو رو طاهیر. من در نزد یکم میایستم. اگر سربازان بیان چیکار میکنی؟ میگریزم طاهیر. خدا شفا دهد قماندان. وقتی که به قرارگاهتان رسیده به من خبر دهید. تشکر. خبر میدیم طاهیر. سلیما، یک بار دیگر فکر کن. برای همش تشکر. تا بازدید طاهیر. تا بازدید. خاطر نشوید آقا، خاطر نشوید. شما را خدا فرستاد پسرم. اما که عریف شما چیکار کردید؟ انا جای پنهان کردم، انا همینجا.